اگه یه خانم جوری لباس بپوشه مثلا فرضاً جاهای خاص بدنش مثلا مشخص باشه، جامعه جوان داره، انسان داره، مرد داره، خلاصه مشکل ایجاد میکنه، آرامش به هم میخوره. همسر من حسین تو این شهر به دنیا اومده و بزرگ شده. همه آدما انتظار دارن که یک مرد قوی باشی که بتونی از خانواده‌ات، همسرت، بچه‌هات مراقبت کنی. یه بار ازش پرسیدم اولین خاطره که از بچگی یادته چیه؟ تو وظیفه‌تو انجام بده، توجیه نه. من یعنی یه حامی ندارم توی اینجا. منش خودم رو سرزنش میکردم که چرا گذاشتم همه این اتفاقا برای من بیفته. تو خودم احساس میکردم که اوکی، من مثلا بچه ضعیفی هستم، من بچه ناآگاهی هستم، بچه بی‌دفاعی هستم. بچه بودم دیگه آجا، شما ببخشید، به بزرگی خود تو شما ببخشید. چه گریه میکنی؟